ما حالا صحنه رمانتیک رو بنوار میگیریم. هر دیاتون با یکدیگر همچون عاشق نگاه کنید. خب تمام رفتیم. بله عیناً همین طور دوام میدیم. نمیخندیم. نه نشد بریدیم. من فکر میکنم که برای تماشابینان در هر یک قسم یک چیز نو پیشکش شود، مخصوصا در سلسله فیلم های دور و دراز، یعنی بسیار سزانه. قسم های آینده سریال جالب می شود و این مرا روح بلند میکند و برای این بسیار کار کردنم لازم می شود. در هر یک صحنه وجود مرا هیجان ناتکرار فرا میگیرد. برای تماشابینان فیلم ما خیلی پسند آمده است. راستی از این من خیلی خرسندم. از این روی خوشخبر رو از من شنیده می توانید. قسم های آینده باز هم دیگر فرق کننده می شود. نظر از قسم های گذشته زندگی تلخ، صحنه های حیران شوی رو بسیارتر می بینید. بسیار سزونی با هیجان در پیش است. در حقیقت 60 قسم بنوار گرفتیم، پر از هیجان، پر از غمگینی. رمانتیکا نیز بسیار است. در پیشنهاد کردن قسم 61 زندگی تلخ، صحیفه نو پناه گشوده می شود، یعنی دوستان نومان در فیلم وارد می شود و افشا شدن سرشان هست و یعنی حکایه می تواند باز هم دراز شود.